درود دوستای خوبم، هنگامه هستم. با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه کتلت گوشت و بادمجان درست کنیم. یه کتلت یکم متفاوت، فوق العاده خوشمزه با عطر و طعم دودی بادمجان. تا آخر ویدیو کنار من باشید. ویدیو رو هم لایکش کنید، کانالم رو هم سابسکرایب کنید. من همه نکات و مراحل این کتلت خوشمزه رو بهتون میگم. خب دوستان، برای درست کردن کتلتمون ما نیاز داریم به 400 گرم گوشت چرخ کرده. یعنی این میزانی که من دارم درست میکنم با 400 گرم گوشت چرخ کرده هستش. حالا مراحل تهیه بادمجون رو دیدید دوستان. بادمجونمو کبابی کردم، پوستشون رو جدا کردم، گذاشتم خنک شد تو ظرف. پوستشون رو جدا کردم، بعد دیگه ساتوریش کردم و اینجا دارم استفاده میکنم. 1 کیلو بادمجون هستش دوستان. برای 400 گرم دارم 1 کیلو بادمجون استفاده میکنم. حالا دیگه به ریزی و درشتی نسبت به بادمجوناتون چند عدد میشه اون دیگه به بادمجون شما مونده. حالا اندازه 4 تا قاشق غذاخوری جعفری، یه دونه پیاز متوسط درشت رنده شده و آبش گرفته شده، یه دونه سیب زمینی درشت، اون رو هم رنده کردم دوستان، آبش رو گرفتم. بعد حسابی آب سیب زمینی رو بگیرید تا یه مقدارم مونده اینجا و رنگش تغییر کرده سیب زمینی. ادویجات بهش اضافه میکنم، فلفل سیاه و قرمز و زردچوبه، از هر کدوم 1 قاشق چای خوری، 1 قاشق مربا خوری هم نمک داریم. 4 تا حبه سیر درشت دارم، رنده میکنم اون رو هم. 3 تا قاشق غذاخوری آرد نخودچی بلکش میکنم و 1 دونه تخم مرغ. حالا حسابی ورزشون میدم و آمادش میکنم مواد کتلتم رو. نکنید دوستان، من حدود 7-8 دقیقه کامل ورزش دادم تا همه مواد به خورد همدیگه رفتش. حالا دیگه درش رو میذارم داخل یخچال. نیم ساعت تا 1 ساعت حداقل اجازه بدید که استراحت کنه. دوستان مواد کتلت هم استراحتش رو کرد. حالا یه مقدار دستم رو مرطوب میکنم با آب. روغنم ریختم توی مایتابه‌ام، گذاشتم که گرم بشه. تو دستمون مثل کتلت شکلش میدیم و سرخش میکنیم.
حالا من یه نکته بگم دوستان بهتون در مورد این کتلت. وقتی که بادمجوناتون رو کباب میکنید حتما اجازه بدید خیلی خیلی خوب کباب بشه، یعنی حتی اون پوست روش کامل بسوزه که بادمجوناتون آبدار نمونه. اگر احساس کردید که خیلی بادمجوناتون اون حالت آبکی رو داره، بعد از اینکه کباب کردید رو و آمادش کردین، ساتوریش کردین، دیدی که آبدار مونده، یه مقدار بذارید تو صافی اون آب اضافهش گرفته بشه که مواد کتلتتون بعد از اینکه به این مرحله رسید اون حالت آبکی رو نداشته باشه. اگر هم باز یه نکته بگم، اگر هم باز این کارو نکردید، دیدید تو این مرحله مواد کتلتتون خیس هستش و راحت شکل نمیگیره، باز اندازه یه قاشق غذاخوری بهش آرد نخودچی اضافه کنید تا به این حالت برسه که راحت شکل بگیره. ولی اگه بادمجونتون رو خوب کباب کنید اصلا به اون حالت نمیمونه. بفرمایید دوستان، کتلت گوشت بادمجانمون آماده شد. فوق العاده خوشمزه است. میتونم بگم یکی از اون لذیذترین کتلتایی که میتونید درست کنید. پس بهتون توصیه میکنم حتما درستش کنید که فوق العاده است. بیشتر از این ازش تعریف نمیکنم. عطرش فوق العاده است، اون عطر دودی بادمجون. اسم منم هنگامه است. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. کلی دوستتون دارم. نظراتتون رو کامنت کنید. ویدیوی بعد هم دیگه رو میبینیم.